سربان خیلی وقتی که اینجا میترسم محل اختفامون لو بره. نگران نباش، چهار چشمی حواست به اطراف باشه. عجب برو بیایی. اون پایین چه خبره؟ یه انبار مهماته، خیلی بزرگه، حتما خیلی براشون مهمه که اینجوری قایمش کردم. این همه پدافند و سنگر نگهبانی یه طرف، این کوهستان و راههای پیچ در پیچش یه طرف. عجب جایی رو برای انبار مهمات انتخاب کردم. جایی که حتی با آتیشی تیپ کامل توپخانه هم نمیشه خرابش کرد. واقعا که عجب دژیه. میدونی به اینجا چی میگن؟ نه. میگن لونه زنبور. آخه چرا راضی نمیشه؟ نکنه خوب توجیهش نکردیم. خیلی باش حرف زدیم، اما میگه جدن در جدش اونجا بودن و کشاورزی میکردن. میگه نمیخوام کلبه و مزرعه آبا و اجدادیمون رها کنم و برم. آخه کا منطقه جنگی شوخی که نیست؟ اسمش چیه؟ اهالی مشرعمان صداش میکردن. سن و سالش بالاست اما ماشاءالله خیلی سر حال و قبراقه. بقیه اهالی رفتن؟ آره، بچه‌های تدارکات همه اهالی رو از روستا بردن بیرون. حتی زن و بچه‌های همین مشرعمان هم رفتن، اما خودش حاضر نیست بره. باید به زورم که شده پیرمردو از منطقه بیرون ببریم. پس خبر نداری؟ مگه چی شده؟ ما بچه ها میخواستیم دستای پیرمرد رو بگیریم و ببریمش توی ماشین که با بیل افتاد به جونمون. خیلی شانس آوردیم که پر بیلش به کسی نگرفت، وگرنه الان چندتایی مجروح دست و پا شکسته رو تخت بیمارستان داشتیم. ولک خدا بهتون رحم کرده. مردم این منطقه خیلی آتشی مزاجن. باید حواستون رو جمع میکردیم. دستور در این منطقه را از افراد غیر نظامی تخلیه کنیم. جمشید، این دفعه تو با بچه‌های تدارکات برو با مشرحمان حرف بزن، بلکه این بار راضی بشه روستا رو ترک کن. چه داری میگی سرهنگ؟ این کار ما نیست. تو رو خدا یکی دیگه بخواید این کار رو انجام بده. هیچ کس بهتر از تو خلق و خوی مردم منطقه را نمیشناسه جمشید. منصور راست میگه. کار خودت آقا جمشید. فقط میری اونجا مواظب کمر و پک و پهلوت باش. چی رو مواظب باش؟ اگه یکی از اون بیلا به ما بخوره کمرم 2 تکه میشه. بچه‌ها بریم ماموریت بریم. صبر کنید ببینم. اول تکلیف این کار رو مشخص کنید، بعد بیا بابا. عجب بی‌انصافایی هستید شما. صبر کنید ببینم. نیروهای زمینی دشمن طی هفته‌های گذشته به مواضع مختلف نیروهای ما حمله کرده و خساراتی وارد کردند. البته اگه نیروهای کمکی و مهمات کافی نداشتن قادر به این کار نمی‌شدن. در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که کنترل مرزهای غربی و جنوبی رو تا حد زیادی در اختیار داریم. دشمن چطور ممکنه در این شرایط به نیروهای کمکی و مهمات دسترسی سریع داشته باشه؟ این سوال ما هم بود، اما عملیات شناسایی ما را رسوند. یک انبار مهمات مخفی در دل کوه. انبار مهمات؟ این غار در کوه تونل در مرز جنوبی استان ایلام و خوزستان نزدیک عراق قرار داره. اینجا مکان مهمی برای عراقه. انبار مهماتی که بیشتر نیروهای دشمن در غرب رو تغذیه میکنه. سربازان دشمن به خوبی در دل کوه استتار میکنن و نفوذ از زمین و هوا به شدت دشواره. به خود نیست که بهش میگن لونه زنبور. مأموریت ما دقیقاً چیه؟ از بین بردن انبار مهمات. شما باید با یک تیم کامل پروازی خودتون رو به منطقه برسونید و از هر طریق ممکن انبار رو منهدم کنید. با توپخانه نیروی زمینی برای آتش تهیه و پشتیبانی هماهنگی شده. اما ضربه اصلی رو شما وارد میکنید. موفق باشید.
كونوا على حذر، كونوا على حذر، احذروا. افتحوا لهم الطريق، افتحوا لهم الطريق بسرعة. يجب أن توصلوا هذه المؤن والعتاد إلى الجبهة بسرعة. لا تتوقفوا في الطريق، أسرعوا، هيا أسرعوا. هيا هيا أسرعوا، لا تتوقفوا في الطريق، هيا بسرعة أسرعوا. كونوا على حذر، هيا. لقد هاجمنا الإيرانيون، لقد هاجمنا الإيرانيون، ارجعوا لترجع الشاحنات، ارجعوا. ادخلوا إلى النفق بسرعة، هيا. آذرخش، کامیون های مهمات دارن برمیگردن تو لونه زنبور. چی کار باید کرد؟ چکار؟ اول ضد هوایی ها، اول ضد هوایی ها. إلى أين أنت ذاهب أيها الأحمق؟ ارجع، هيا ارجعوا إلى النفق، هيا. چکار؟ آتش رو طوری تنظیم کن که حواسشون از کوهه شمالی منحرف بشه. من از اون طرف هم گرفتم. نصیر، شب با داشته باش. 6 ساعت بود. سیاوش، با تمام سرعت حمله. شنیدم. الله اکبر. حاکت! آفرین پسر. مراقب ضد هوایی باش. دریافت شد. باریکلا. چکار؟ باید بریم سراغ ادبا. آتیششون خیلی سنگینه. موافقم. بریم. آفرین سرهنگ. این یکی مرتبط شد. اونجا رو یه کامیون عراقی داره میره طرف انبار مهمات. حتما میخواد مهمات بار کامیون بکنه. زاکر میتونی از استتار خارجی اونو تعقیب کنی؟ به شرط اینکه ارزششو داشته باشه. فکر کنم ارزششو داره. چه فکری تو کلت داور؟ برو جلو بهت میگم. نصیر، دور میزنیم و از جنوب بیارش میبریم. چکار؟ باید حجم آتیشو بیشتر کنیم. شنیدم.
آفرین چکار. یه بار دیگه حمله میکنیم. چکار دور میزنیم و از شمال پیش میریم. شنیدم. ده هوایی آزاد، ده هوایی ها. هدفنده ساعت 3 رو داشته باش. دریافت شد. آتش پدافند خیلی سنگینه. موانع طبیعی منطقه مانع بزرگیه. تو این شرایط نزدیک شدن به انبار مهمات خیلی مشکله. آذرخش، مهمات من رو به اتمامه. اگه اوضاع به همین صورت پیش بره نمیتونیم مأموریتمون رو کامل کنیم. چیکار باید کرد؟ از مهاجر به آذرخش، از مهاجر به آذرخش. بگوشم مهاجر، من یه راه حل دارم که فکر کنم به امتحانش میارزه. چیکار کنیم؟ یه کامیون عراقی بیخبر از همه جا داره به طرف انبار مهمات میاد. چند دقیقه دیگه سر عراقی ها رو گرم کنید تا اوضاع شلوغ بمونه و اون مجبور بشه به داخل غار پناه ببره. بقیه‌اش رو بسپارید به ما. بسیار خوب، چکار بریم. زاکر، فاصلتو با کامیون حفظ کن و چشم ازش بر ندار. کار من داره تموم میشه. داور عجله کن. پدافندهای ضد هوایی در چند قدمی ما هستن. کار دستی تو تموم نکردی؟ خیلی خوب. اینم هستی. خیلی خوب شد. اینم یه بمب تأخیری دستساز. باریکلا عمو داور. زاکر برو پایین. باید اینو به بدنه کامیون گیر بندازم. پس چرا نمیری پایین؟ بابا نمیشه رفت پایین. کابلای فشار قوی سر راهمونه. عجب بدشانسی. حالا باید چی کار کرد؟ باید تا او بلندی ها ارتفاع حفظ کنیم بعد بریم پایین. اونجا پدافندهای ضد هوایی مستقرن. باید همینجا کارو تموم کنم. داور من میرم روی سر کامیون اما نمیتونم خیلی معطل کنم. آماده ای؟ من آمادم. مگه دیوونه شدی؟ این کار خیلی خطرناکه. چاره دیگه ای نداریم. خدایا با امید خدا. شروع کن. زاکر مطمئنی داری کار درستی میکنی؟ نمیدونم. خدایا خودمونو به تو سپردیم. خوبه؟ دارم ارتفاع کم میکنم. برو پایین. داور عجله کن. داریم به کابلا نزدیک میشین. ادامه بده. زود باش. داور تمومش کن. بابا وقت نداریم. برو بالا. ای بابا خدایا خودت کمک کن. یا امام زمان. یا علی مدار.
لملم میشه. عجله کنید. چکات دور بزن. باید برگردیم. برگرد شد. برمیگرد. دونه زربونشون دود شد رفت هوا. آفرین داور. باریکلا داور، کارت خیلی درسته. بچه‌ها خسته نباشید. با تمام سرعت به طرف قرارگاه اوقات. خب تعریف کن جمشید. چطوری تونستی مشرحمان رو قانع کنی خونه و مزرعه‌اش رو ترک کنه و بره؟ میدونستم مردم اینجا احترام ریش سفیدا رو بیشتر از همه چیز نگه میدارن. برای همین از تیمسار خواهش کردم بره جلو و باهاش صحبت کنه. خودم هم پشت تیمسار قایم شدم که اگه بیری چیزی پرت کرد بهم نخوره. گردن شکسته. تیمسار سپر بلای خودت کردی آره؟ بالاخره اعتیاد شرط عقله، اما خدا رو شکر کار به اونجا نکشید. تیمسار که صحبت کرد مشرحمان قانع شد و قبول کرد که از منطقه بره. باریکلا تیمسار، دمش گرم. راستی مشرحمان قبل از رفتن یه امانتی داد که برای بچه‌ها بیارم. چه امانتی؟ بیاین تا نشونتون بدم. بمچو. آها اینهاش. اینا دیگه چیه؟ میوه های مزرعه مشرحمانه. خب حالا که ما دارم میرم اینا رو به بچه های جبهه برسونیم. به عجب لعبتایی هم هستن. بقیهش هم تو مزرعه است. پیرمرد گفت حلال بچه ها تا موقعی که ایشالله جنگ تموم بشه و برگردم سر خونه زندگیم. حالا اینا رو چطوری تقسیم کنیم؟ من میگم هر کی بیشتر بیل خورده بیشتر برداره. اگه اینطوره باید بیشترشو بدیم به تو. خب آره دیگه اینجوری خیلی هم منصفانه. ای کاش ترکش کوچولوی بیلم به ما خورده بود. ای شکم. میخوای یه دسته بیل رو سرت خورد کنم عوضش اینا رو بدم دو بخوری.